بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، دوام درس عقیده که ما هنوز هم درباره نشانه های خرد یا نشانه های کوچک روز قیامت صحبت داریم. در یادتان اگر باشد درس گذشته ما درباره یکی از نزدیک شدن یا علامت های خرد روز قیامت زیاد شدن ملیسه های در دست چوب دست داشته و این چونین زیاد شدن رقاصه و سرودخوان ها، زیاد شدن جاهلی و یعنی علمای سو یا گفتم علمایی که در اصل عالم نیستند و خود را عالم میگیرند، در این باره ها صحبت کرده بودیم. باز هم دوام میدهیم و اینجا خواهران عزیز درباره انتشار ریبا هم صحبت کردیم و درباره چی سرود و رقص و از تمام نمودهایی که مردم را گمراه میکنند. باز اینجا یکی از نشانه های دیگری روز قیامت که یک چند نشانه های دیگری روز قیامت را گفته می رویم. یکی از نشانه های دیگری روز قیامت کثرت شرب الخمر و استحلاله هم میگن، زیاد شدن نوشیدن خمر یعنی عرق یا تمام همان نوشابه های مست کننده و استحلاله و حلال کردن آن. و سبحان الله چقدر الان زیاد شدن نمودهای نوشابه های سپیرتی. پیشتر فقط از یک آب انگور و از آب جو و چیزهای دیگر آماده میکردن. حاضر 1001 نمود نوشابه های هست که انسان خیلی میترسد که یکی از اینها در داخلش الکل نداشته باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از نشانه های روز قیامت شرب الخمر یا که زیاد شدن نوشابه های مست کننده، یعنی مردم خیلی زیاد به این حرام دست میزنند. و در مسند امام احمد است که پیامبر میگویند لتستحلن طائفه من امتی الخمر باسم یسمونها ایاه، گروه از امتی من خمر را یعنی همین عرق را حلال میکنن اما با اون نام دیگر میگذارن. یعنی این عرق است نگفته، این یک یعنی برای درد سر است یا مثلا این یک علف است، این یک گیاه است، گویان از آن استفاده میبرند. وقتی که پروردگار خمر را حرام کرد یا گفتیم نوشابه های سپیرتی را حرام کرد، هر چیزی که با آن قیاس می شود یا مست می کند آن هم حرام است. چی وای از گیاه باشد، چی وای مانند سیگار باشد، چی نوس باشد، چی علف و چی حشیش و چی گیاه های دیگر باشد. و سبحان الله پیامبر خبر می دهند که زمانی می شود که همین خمر را یا گفتیم همین نوشابه های سپیرتی را نام دیگر می گذارند و امتی من میگن خود مسلمان ها برای خود حلال می کنند. و خواهران عزیز 1001 نمود الان گیاه و داروهای مست کننده هست که مردم از آن استفاده میبرند با نام دارو، از آن استفاده میبرند با نام گیاه، از آن استفاده میبرند نمیدونم با نام گیاه راحت بخش یا بروسی اسپکایی تل میگویند، بعد از آن استفاده میبرند. وقتی ترکیبش را میبینید اون یک ماده مست کننده دارد و وای بر حال خواهرانی که هر بهانه برایشان پیش آمد، یکی سرم درد گرفت، یکی کودکم عصبانیم کرد، یکی شوهرم عصبانیم کرد، گویان دویده به سوی دارو میروند و میگویند همین دارو را میخورم من دیگر چیزی نمیفهمم. یعنی مست میشوی، یعنی اون دارو رو میخوری تو مست میشوی و بخبر هستی که در یعنی یک چیزی حرام کرده ای الله در یک شکل دارو به تو داده شده است. یعنی خیلی باید در همین زمانی حاضر که پر از فتنه است، پر از آمیخته شدن حلال و حرام است، خواهران عزیز خیلی احتیاط باشید از علل خصوص داروهایی که برای نرو یا برای عصب برای شما داده می شود. کم نیستن خواهرانی که به داروی عصب زندگی کرده الکی نمیتوانند. دختره که 36 ساله در یک روز 3 تا داروی عصب میخورد، میگوید من از دست فرزندانم، من از دست شوهرم، من از دست نمیدونم غریبی هم چیزی دیگر. مادری تو هم فرزند داشت، مادری تو هزارها برابر ببخشید از تو شرایطی بد داشت، اگر او هم مثل او دارو میخورد چی میشد؟ یعنی این داروهایی که امروز داروسازان هر روز زیاد میکنن علل خصوص داروهای عصب خواهران عزیز هر یک توی اون ماده مست کننده دارد. اون هم مثل عرق نه، هزارها از آن بدترش از همون گیاه یا از همون مواد مخدر یا نشه که من و شما میدانیم از آنها میکنند. آرامش عصبهای خود را، آرامش جسم خود را در دارو نبینید.
که یک به دارو عادت کرده دیگر جای گریز از آن نیست، دیگر جای گریز از آن نیست و نمیتوانید به مثل آنهایی که معتاد هستند یا اینکه دیگر مایزده هستن به اون دارو زندگی کنید، چون وقتی میخورید دیگر شما فراموش میکنید، فقط دردتون غمتون همه رو فراموش میکنید، عیناً همون مسکننده است. و فدای آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گردم که آن همه سال پیش به ما گفتن نامش رو دیگر میکنند، نامی همون عرق و مسکننده رو دیگر میکنند و به خود حلال میکنند. خواهرایی که داروی عصب خورده خوب میکنن یا با داروی عصب میگویند به پایم میستن، اصلا نمیگن من عرق میخورم، میگم یک دارو میخورم که چی گفتیم اکثریت اون داروها 90 چند درصد اون داروها در خود مواد مسکننده دارد. اگر ضرور نشدید که در ضرورت حتی گوشت خوک هم حلال است، به اون چیز دست نزنید. این درباره عرق بود و حلال شدن اون چه خیلی گفتیم با نام‌های هر خیلی بود که امروز همان زمان آمده است و خداوند نگه دارد که ما به آن حرام دست نزنیم. دیگر از نشانه‌های قیامت، سبحان الله، پیامبر میگویند زیب و زینت دادن مسجدها و فخر کردن با مسجدهای زیبا. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی که در مسند امام احمد است میگویند لا تقوم الساعه حتی یتباهى الناس فی المساجد، روز قیامت فرا نمی رسد تا زمانی که مردم با مسجدهای خود فخر کنند، با عدد نمازگزاران نه، با اینکه در این مسجد یک عالم درس میدهد نه، با اینکه در این مسجد قرآن خوشرو خوانده می شود نه، با زیبایی مسجد، با مناره های مسجد، با دیوال های رنگ و برنگ مسجد. و این هم یکی از نشانه های قیامت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از اشراط ساعه گفتن، یعنی از نشانه های قیامت گفتن این چی؟ از حد زیب و زینت دادن یا زیب و زینت مسجدها و اون را مثل عبدالله ابن عباس میگویند کلیساهای یهود و نصرانی گردن که با این رنگ و با آن رنگ. و درباره مسجدها خواهران عزیز، زیب و زینت دادن مسجدها تقریبا در تمام دولت‌های اسلامی وجود دارد. کاش زیب و زینت مسجدها چه خیلی گفتم با علما میشد، با درس ها میشد. چند سال پیش بود در تاجیکستان این همه یک به حد مسجدی کلان ساختن، گفتن در یادم نیست امام اعظم است نامش چی است در دوشنبه، اور خیلی بزرگ است، خیلی زیبا است، اما به کی لازم مسجدی که در داخلش یک عالم از کتاب الله صحبت نکند، یک عالم از صاحب مسجد خداوند یگانه صحبت نکند، یک عالم از حق و حقوق مسلمان ها صحبت نکند. در داخل مسجد ها گپ همیشه از قصه و از افسانه و نمیدونم از گپ هایی که به درد هیچ مسلمان نمیخورد باشد. و این زیب و زینت مسجد ها به یگان امت فایده ندارد تا زمانی که مسجد همان گونه که در زمان پیامبر بود، مسجد هم جای مجلس بود، هم جای تدریس بود، هم جای مشورت بود، هم جای یا مکان دائمی علما بود، تا به همان شکل خود برنگردد. از مسجد های زیاد و از زیباگی های مسجد و رنگ و برنگ و نمیدونم مناره های 6 تا 7 او به کسی فایده نیست. و حضرت عمر میگویند وقتی که مسجد پیامبر رو کمی ترمیم کردن یا گفتیم مسجد پیامبر رو بازسازی میکردن، گفتن مسجد رو چنان بکنید که باران به سر مردم نریزد و خیلی احتیاط شوید که مسجد رو سرخ و زرد نکنید فتفتین الناس و مردم به فتنه گرفتار شوند، به جای اینکه در نمازشان یادشان به الله آید، یادشان به زیب و زینت این مسجد رود و خدا را فراموش کنند. و از سبحان الله از یکی از سبب‌های هلاک شما میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم زیب و زینت دادن مسجدهایتان. پیامبر میگویند وقتی شما از حد مسجدها رو زیبا کردید و قرآن‌های خود رو هم با 1001 طلا و نمیدونم آرایش‌های دیگر زیبا کردید، در همان وقت هلاک میشوید. یعنی مقصد از قرآن وقتی یک کتاب خیلی خوشرو و هر طرفش نمیدونم بخملی و مخملی و طلاگین شد، مقصد از
مسجد فقط مناره های زیبا و قالین های زیبا و درهای زیبای آن شد، دیگر شما هلاک شدید. مسجد مقصد از قرآن داشتن، آن را خواندن و به آن عمل کردن است. مقصد از مسجد در آن عبادت الله یگانه را انجام دادن و در آن دعوت به سوی الله کردن است، نه اینکه در و دیوار و قبه ها و نمیدونم مناره های پر از آرایش، اما در داخلش نه سخن الله هست و نه سخن پیامبر است و جز آنه که به آنها امر میکنند. این درباره مسجد بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به کسی امر هم نکرده بودند که مسجدها را آرا دهید و در مسجدهای آرا داده خود هم نماز نخواندند. در مسجدی که پیشانی خود را به خاک می نهادند، همراه صحابگان خود دنیا را تغییر دادند. امروز مایان در مسجدهایی که قالینش تا نیم وجب هست نماز میگذاریم و باز هم بعضی‌ها شکایت دارند که پیشانی من سختی میکند، پای من در اینجا درد میکند، چیزی دیگر. مسجد گویا که همان وظیفه‌ای که باید داشته باشد امروز از بین امت خیلی خیلی کم است که در حقیقت مسجد هم جای علم و هم جای عبادت باشد. اکثریت مسجدها چه خیلی گفتم زود نماز 5 وقته و آن هم با 1001 شرط و شروط است که پروردگار را حرمت مسجدها را به خودش برگردانیدن را نصیب کند. چیزی دیگر خواهران عزیز، از نشانه های قیامت تطاول فی البنیان، فخر کردن و بلند بلند خانه ساختن و خانه ها را زیب و زینت دادن است. وای که به این بلا گرفتار شده ایم، چی در خارج چی در داخل، چی در داخل کشور چی در خارج کشور. مایان، تاجیکان و دیگر مسلمان های عرب هم خیلی کم هستند آنهایی که فکر و ذکرشان خانه نباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از نشانه های قیامت میپرسند، حضرت جبرائیل میگویند در روایت و میگویند ولیکن من تو را از نشانه های قیامت آگاه میکنم، آن هم اذا تطاول رعاء البهائم فی البنیان فذاک من اشراطها. وقتی که گوسفندچرانان یا چوپانانی که کار آنها نگهبانی حیوان است اینقدر از خود می روند و پولدار می شوند که خانه من چقدر بلند است، خانه من از آن تو خوشروتر است، گویان با هم مسابقه می کنند. این نشانه قیامت است، میگن این نشانه قیامت است. و در حدیث دیگر آمده است که وقتی می بینی آنهایی که پایلوچ هستند، کم بغل هستند، برهنه هستند، بیچاره هستند، اما در ساختن خانه ها با هم مسابقه میکنند، بدون که دیگر نشانه قیامت نزدیک است. خواهران عزیز، همیشه از پیامبر میگوییم فقط یعنی خود را تصور کنید و من هم باید خودم را تصور کنم. الان آدم هایی که به درس کار بار ندارند، از مجلس های علم میگریزند، بنده های دنیا هستند، آنها را بمانید. آنهایی که میگوید من پیرو پیامبر صلی الله علیه و سلم هستم، من میخواهم در همین عمر کوتاه هم همیشه در صراط المستقیم باشم. یک بلای بالای سر ما زنها آمده است که همین وقت دیدیم کسی خانهش رو خوشرو کرده است، کسی به خانهش قالین خرید، چیزی خرید، خودمون رو اداره کرده نمیتوانیم. حتما باید ما مثل او خانه بسازیم، حتما باید داخل خانه ما مثل آن شود. این یک بلا هست، این گرفتار شدن به دنیا هست. صحابه ها سبحان الله به نزدیکی خوانده بودم که وقتی که به خانهشان پرده کشیدن، بعضی صحابه ها به خانه یکدیگر نمی رفتن که میگفتن تو بنده دنیا شدی که به دیوار خانه امروز لباس پوشانیدی. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری است، وقتی میبینن که دخترکشان فاطمه متای از ابریشم را همچون پرده به خانهشان آویزان میکنن، نخواد دختر پیامبر اهل دنیا شده باشد، گویان به خانه داخل نمیشوند، به خانه داخل نمیشوند و به عقب بر میگردند. و حضرت علی این را از چهره پیامبر میفهمند و میگن خودتون به ما هدیه کردید این پاره لته رو، پس چرا خودتون با قهر کردید و به عقب برگشتید؟ پیامبر میگن من به تو دادم نه به مقصد اینکه به خانه آویزان کنی، من به تو دادم به خاطر آنکه بین زنها بین نزدیکانت آن را پاره پاره تقسیم کنی، شاید نیازشون باشد. وای که این احوال امروزه ما رو ببینید خواهران عزیز. سبحان الله.
با خواهر می نشینی، از قیامت صحبت میکنی، گریه میکند. پس از نیم ساعت به خانهش میری که غم و دردش فقط پردهش است، غم و دردش قالینش است، غم و دردش نمیدونم کرپچه هاش است که باید کرپچه او مثل فلانی فلانی باشد. این درد است. سبحان الله، این نشانه ضعیفی ایمان است که تو بجای اینکه فکر کنی که من چی کار کرده ایستادم، من چی عملی صالح انجام دهم، شکمی کدام گرسنه را سیر کنم، کدام برهنه در جای هست برای او لباس بخرم، تو در فکر این هستی که پردت را نو کنی، قالینت را نو کنی. نو هم نه، از این همسایه بهتر کنی، از این دوگانه ات بهتر کنی. کجای نشستید؟ وای که خواهران عزیز، چقدر من شخصا نفرت دارم خواهرانی که درباره یک چاینک نمیدونم یک طبق و یک دیگ ساعت ها با هم صحبت کرده میتوانند یک حدیث در کلشان نمیستد. نام یک صحابه رو میگویی 10 بار دیگر میگن فراموش میشود، اما درباره مدلی تصور کنید یک چاینک و یا گفتیم یک پیاله و یک کرپچه تا دیگر دولت ها میتوانند آنها از طریق تلفن سپارش دهند، زکس کنند، بیاورند و از این یگان خیر کله و درد چیز در آنها نیست. سبحان الله. و این نشانه بدانیم، یقین بدانید، این نشانه ضعیفی ایمان است که شما به همین حیات دنیا، به همین دو سه لطف و نمیدونم دو سه متاعهای دنیا اینقدر وقت صرف کنید، اما برای عبادتتان، برای پیشروی دین خودتان، برای فرزندانتان، برای آیندهتان هیچ تصور یا هیچ نقش نداشته باشید. یعنی خیلی چیزی عجیب است. در داخل روسیه هم عیناً همین، در اروپا هم عیناً همین، در تاجیکستان هم همین، در ترکیه هم همین، حتی در مصر و در سعودی هم همین. زنهای الله حفظشان کنه سین سالشان از 50-60 گذشته است، با آنها میگوی خواهر عزیزم، خاله جان شما قرآن را با تجوید شروع کنید. میگه یک کلمه نمیگیره دختر جان، از تجوید نگو، به من حرف عربی گپ نزن. یکی برایش میگه یک ماده، یک نام، یک پرده رو میگیری، آنها در همان لحظه حفظ کرده میتوانند و حتی در همان لحظه میتوانند به خانهشون سفارش دهند که این درد رو به کجا میبرید، یا بگیم این بی ایمانی رو به کجا میبریم که اینقدر مایان به داخل خانه خود افتیدیم، فراموش کردیم که در 1.5 متر جا به نزدیکی ما رو جا میکنند. اون هم نصیب به ما باشد، اون هم با یک پرچه سفیدی که به ما میپیچونند. فکر و ذکر ما در آن روز نیست که وقت تک و تنها داخل یک قبر میشویم. فکر ما درباره همین اطراف خانه‌مون هست. گفته استادم زنهای هستند که هنوز فکر آنها از در بیرون را هیچ چی را تصور کرده نمیتواند، هیچ چیز رو، فقط میتوانند داخل خانه خود را دیگر کنند. و مردها هم به این شریک هستند. پیشتر که مردها از این چیز نفرت داشتن، امروز مردهای هم کم نیستند که فقط از پای دیگر کردن داخل خانه. برای آینده چی کردی؟ برای بیرون از خانه چی کردی؟ برای پیشروی اینقدر لاف. یا من چیزی که الان خواهران عزیز گفته استادم، برای خیلی گفتم خودی همون اهل اسلام، اونایی که اهل دین هستیم، برای دین چی کردی که اینقدر این رو دیگر کنم، این رو از نو کنم، این رو بازسازی کنم؟ گویان عمرمان رفته ایستاده است. انسان های هم هستند که در طول 70 سالی عمر خود بجز تغییر خانه خود حتی نظر به قلب خود نکردن، هیچ قلب خود رو تغییر ندادن، فقط تغییر دادن خانه خود، تغییر داده خانه خود. سپس رفتن و مایان میگیم الله رحمتش کند، نمیدونم اونها چی میگفته باشند در نزد پروردگار. در 70 سالی عمر چی کار کردی؟ فقط خانه‌ام رو دیگر کردم، 5 وقت نمازم رو خواندم، اون هم فکر ذکرم فقط درون خانه‌ام بود که پروردگار از آن روز نگه دارد که این مبتلا است، این یک مصیبت است. خواهران عزیز، این چیزی عادی نیست که ما فکرمون فقط درون خانه و تغییر دادن اطراف خانه‌مون باشیم. و پیامبر چی گفتن؟ روزی میرسد که همون دو سه پایلوچ ها، 2-3 نفرانی که کمبغل هستند، 2-3 نفرانی که عرب های در اطراف بیابان ها شتور و دیگر گوسفندچران، خانه ای که زیباتر است، خانه ای که بالاتر است، خانه ای که خوشروتر است، از پای این میشوند. این چی است؟ این نشانه این است که تو بجز خانه‌ات دیگر هیچ فکر نداری، عقل تو فقط داخل خانه‌ات هست. و اصلا یک زنی که همراه شما می نشیند فقط برای شما از خانه اش تعریف میکند، از تغییر خانه فرزندش، خانه دخترش، اصلا به او این گونه نگاه نکنید که این همه چیز رو دارد. یک بیچاره است. من شخصا به این گونه زنها همچون یک کسی بیچاره که از حیات دنیا فقط همون 2-3 لطه پاره و 2-3 غشت و خاک رو میبیند، اون رو میبینم.
دیگر هیچ چیز در او نیست. اما یک زن دیدید که درباره تغییرات یک عائله صحبت کرد، درباره سرپرستی یتیم صحبت کرد، حداقل درباره تغییرات شخصیت خودش همچون انسان خودش به جامعه چی فایده رسان، به دین اسلام چی فایده رسان صحبت میکند. از آن باید من و شما پیروی کنیم یا به آن باید هوس خوریم که چرا من مثل اون نیستم. ولی این طور نیست. مایان به دسترخوان مردم و به آشخانه مردم و سبحان الله به جای خواب و حتی به حمام و حاجتخانه مردم هوسخوران یک روز مرده می رویم که در حقیقت یک چیزی ننگ است. یعنی شاید یک خنده آور نماید اما اصلا خنده آور نیست، یک ننگ و یک شرمندگی است که عمری ما با همین دارد خزان می شود. اینجا چی گفتیم؟ یکی از نشانه های قیامت فخر کردن با خانه های خوشرو و خانه های بالا است. یکی از نشانه های دیگر قیامت خواهران عزیز، حضرت جبرائیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا ولدت امت ربتها، ربتها با تشدید به هم آمدگی است. وقتی که کنیز برای خود ربتها خوجین زنش را یا گفتیم اربابش را که زن هست تولد کند، در حدیث دیگر ربها ارباب خود را تولد کند. یعنی قول راجح در شرح این حدیث این است که خواهران عزیز، در نزدیکی روز قیامت فرزندان اینقدر عاق پدر و مادر می شوند، فرزندان اینقدر بالای پدر و مادر ناحرمتی میکنن که گمان میکنی دختر یا پسر با مادرش نیو با کنیزش دارد صحبت میکند. پناه به الله. یعنی اینقدر بی‌آدابی بین فرزندان دختر و پسر، هم دختر هم پسر زیاد می شود که معامله یک فرزند با مادرش را وقتی نگاه میکنید همانطور برای شما می نماید که این که هست یک نفر با زیردستش، حتی زیردست هم نه، با کنیز خود دارد معامله میکند. و سبحان الله آنهایی که در اروپا زندگی میکنن، عائله های مسلمان، اروپا همین چیز را میخواهد جای کند. به فرزندان همیشه همین چیز را در قلبش جای میکنند. تو آزادی، تو به پدر و مادرت هم میتوانی زندگی کنی، تو مستقل هستی. آره. و در دولت های عرب هم این فکر، یعنی این فکر غربی لعینی بدین علاقه جا شده است که تو دخترک وقتی که 16 ساله هستی، حتی 15 و 14 ساله هستی، تو کلا مستقل هستی. تو همه کار خودت میتوانی برای خودت این راه یا آن را اختیار کنی. تو به پدر و مادرت هم زندگی کرده میتوانی. نباید پدر و مادر تو به زندگی تو آمیخته شوند، نباید زیر دست آنها باشی و همین چیز در حقیقت شده ایستاده است. الحمدلله در فرهنگ ما تاجیکان هرچی بعضی سختگیری ها هست، ما همیشه پدر و مادر خود کی باشد هم احترامش میکنیم، همچون دین هم، اما همچون یک عرف عادت تاجیکستان یا تاجیکانه به پدر و مادر خود احترام داریم. اما همین چیز رو، یعنی پدر و مادر نه تا اندازه هستن که مثلا هرچی گویی هر گپی آنها مثل الله یا مثل خدا و رسولش باشد، این چیزی دیگر است. این رو باید هم جای کنیم در قلب هر یک فرزند و پدر و مادر که پدر و مادر آره خیلی احترامی بالا دارد. و در قرآن کریم پروردگار همیشه بعد از عبادت خودش و انیشکر لی ولی والدیک میگوید به من تشکر کن، به پدر و مادرت، و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، یگانه الله را پرستش کنید و به پدر و مادر خود خوبی کنید. یعنی درباره پدر و مادر تقریبا اکثریت آیات ها بعد از عبادت الله می استد، لیکن معنیش این نیست که پدر و مادر تا اندازه خدا در قلب تو باشد که اگر آنها به گناه دعوت کنن انجام دهی. این چیزی دیگر است. لیکن مسئله ای که در حدیث از خواهران عزیز از نشانه های قیامت این است که فرزندان با مادر خود همچون کنیز
معامله میکنن، به او فرمان میدهند، به او همچون یک خدمتگار معامله میکنند و مادر هم از پسر خود میترسد، از دختر خود میترسد، حتی به فرزند خود ببخشید حتی به پدر و مادر خود فرزند دست میبردارد، داد میزند. این چیز میشود. سبحان الله، پیامبر خبر دادند که در اکثر جامعه های عربی این چیز وجود دارد. یعنی برای دخترک مادر خوراک آمیخته میکند. در ترکو هم خیلی یک اخلاق کثیف فرزندیشان هست، یعنی گویا که مادر مهربان هستند اما از فرزند خود یک ظالم تربیت میکنند که دخترک 16 ساله می نشیند و مادر برای او آب میوه می آورد یا نمیدونم چیز دیگر می آورد که گویا که مادر خادم او باشد و این را با فخر میگویند من از حد فرزند را دوست میدارم. این فرزند دوست داشتن نه، این فرزند را تماما از خود رواندن و همون تا اندازه ای که دیگر او برای خدمت کردن به مادر برعکس از مادر فقط انتظار خدمت باشد، انتظار خوبی فقط از مادر باشد و برای مادر خود چیزی نکند. یعنی این رو هم سبب می شود، یعنی پدر و مادر سبب می شوند که همین گونه فرزند بزرگ شود. فرزندانی که همیشه از پدر و مادر طلبگار هستند اما همچون فرزند به پدر و مادر چی کردی و این چیز جواب نمیگویند. این چیز رو باید پدر و مادر در فرزند جای کنند که یک خودمون به دست خودمون عق پدر بزرگ نکنیم، خودمون به دست خودمون عق مادر بزرگ نکنیم. ای و گریه کرد فرزندم، خفه شد فرزندم، گریه کرد. گویان بعضی ها تمام شرایط رو برای فرزند مهیا میکنند و وقتی با فرزند صحبت میکنیم میگوید مادرم زیاد کارها کرده میتواند و نمیکند، یعنی هنوز هم ناراضی است. و این یک نقطه خیلی مهمی تربیوی هست که انشالله دربارش مفصلا باره خواهم صحبت کرد. ولی اینجا وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن از نشانه های قیامت این است که مادر ارباب خود را تولد میکند، یعنی فرزندان این تا اندازه بی حیا و به احترام نسبت پدر و مادر میشوند که چه گفتیم با پدر و مادر خود همچون کنیز علل خصوص با مادر خود معامله میکنند. و اینجا خواهران عزیز درباره زیاد شدن کشتار است و قهرگی با خویش و تبار است که الله نصیبمان کند صحت و سلامت باشیم، دور از بلا و مشکلی ها. درس دیگر ان شاء الله دوام میدهیم.